در پایتخت اوکراین شهر کیف اعتراضی هواداران خبرنگار لاتوکوب شده تاتیانا چارنویل ادامه دارد. اعتراضگران در نزد بینای وزارت کارهای داخلی اوکراین جمع شده تحقیق عادلانه قضیه و استعفای حکومت کشور را در میان گذاشتند. فعالان مخالفین تاکید میکنند که حمله بالای چارنویل عکس العمل به مقاله های تنقیدی او می باشد. شورای وکیلان مردمی شهر مسکو دعوای اداره دادستانی در مقابل یکی از پیشوایان مخالفین سرگئی اودالتسوف را قبول نکرد. دادستانی بر این نظر است که اودالتسوف در زدوخوردهای سال گذشته که اثنای گردهمایی اعتراضی به عمل آمده بودند نقش دارد. همچنان دادستانی اودالتسوف را با دریافت کمک‌های خارجی برای سرنگون نمودن حکومت روسیه متهم می‌کند. شورای مسکو تحقیق بیشتر قضیه را طلب کرد. در شهر جنوب و غربی کویته پاکستان صدها پیرو حزب‌های تحریک انصاف و جماعت اسلامی راه ترانزیتی اکمالات پیمان ناتو به افغانستان را بستند. آنها طلب دارند که حمله‌های هواپیماهای بدون سرنشین در قلمرو پاکستان خاتمه یابد. در پایتخت بوسنیا و هرزگوین شهر سرایوو سازمان‌های غیر دولتی طرز تشخیص فساد در میان منصبداران حکومتی و تقدیم گزارش در این باره را معرفی نمودند. طبق گزارش‌های اخیر در این کشور نیم جزیره بالکان 20% پرسیده شدگان اعتراف کردند که به خاطر اجرای نیازمندی‌هایشان به ویژه در ساحه بهداشت، حفظ حقوق و ترتیبات و معارف رشوه دادند.